فتيات اليوم كفاكي تركاضا خلف سرابي، عودي نحو الإسلام لا تستمعي لذئابي، فالشرق دمار فيه والغرب عدو كتابي، همهم طمس الدين وكذا لفظا لترابي. مراجعت و پیام من به پهلوانان اینترنتی است. آنهایی که از پس اینترنت در شبکه‌های اجتماعی قوت و شجاعتشان را به نمایش می‌گذارند و نشان می‌دهند که گویا آنها پهلوانان شکست ناپذیرند. گویا تنها سخن آنها درست و صحیح است و دیگران همه در اشتباه و غلطی هستند. متاسفانه بعضی این پهلوانان به گمان خود دعوتگران دین حق هستند. این گونه پهلوانان وقتی در شبکه‌های اجتماعی رسم یا نواری را دیدند که مخالف طبیعت و فکر و نظریه آنهاست، فوراً با سخنان فحش و تحقیرآمیز به مؤلف یا شرح نویسان آن یعنی کامنتری نویسان آن هجوم می‌کنند و برادر مسلمان خود را چنان آزار می‌دهند که گویا او در حقیقت نعوذ بالله دشمن خدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم است. بعضی آنها چنان افراط‌گرایی می‌کنند که با سخنانی که در ایمان خودشان خطر ایجاد می‌کند دیگران را آزار می‌دهند، مثل مرتد، نجس، کافر، بت زنده، شیطان، لعنتی و غیره که گوینده این گونه سخنان در ایمان خودش خطر ایجاد می‌کند. از این بدترش آن است که با چنین الفاظ خطرناک پیشوایان دین و شخصیت‌های معروف و مشهور را تحقیر و توهین می‌کنند. سبحان الله، این چه آداب و اخلاق است؟ این چه گونه اسلام و مسلمانی است که تحقیر و توهین و غیبت و بهتان بر برادر مسلمان را روا می‌داند؟ نعوذ بالله، گویا اسلام شما را به گفتن همین گونه الفاظ تحقیرآمیز امر می‌کند. گویا این کافر و مرتد گفتن بر ذمه شما فرض و واجب است. نه، قسم به خدا که اسلام همه این گونه بی‌آدابی و تحقیر و توهین بر دیگران را منع کرده چنین بی‌ادبان و پهلوانان اینترنتی را سرزنش می‌کند. اسلام دین شفقت و مهربانی است. اسلام دین وحدت و یکپارچگی است. پس چگونه با این رفتار و کردار شما وحدت و یکپارچگی به دست می آید؟ فراموش نکنید که شما با این رفتار خود مرتکب چند گناه بزرگ می شوید و مثل تکبری، دروغ و بهتان، تجسس و عیبجویی، غیبت، چنگ زدن به آبروی دیگران، تفریقه و فتنه انداختن در بین مسلمانان و البته آزردن دل یک مسلمان که در همه این گناهان آزردن دل مسلمان وجود دارد و گناه خیلی بزرگ است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند: عن عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، رواه البخاری و مسلم. یعنی از عبدالله ابن عمرو رضی الله عنهما روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: مسلمان حقیقی کسی است که دیگر مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند و آزار نیابند. و در دیگر حدیث آمده است: عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: مؤمن حقیقی زیاد طعنه کننده و زیاد لعنت کننده و بدکردار و بدگفتار نیست. پس ای برادر مسلمان، آیا باری هم این حدیث ها را شنیده ای؟ باری هم در معنا و مفهوم این حدیث ها اندیشه کرده ای؟ تو که خود را هدایت یافته و بر حق می‌دانی، آیا طبق این فرموده خداوند عمل کرده ای که می‌فرماید: ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. یعنی ای پیامبر،
مردم را با حکمت و سخنان استوار و پند و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با بهترین روش با آنان گفتگو کن. بیگمان پروردگارت آگاه تر است به حال کسانی که از راه او منحرف شده یا به راه او راه یافته اند. یعنی خداوند گمراهان و هدایت یافتگان را بهتر می داند. سوره نحل آیت 125. علامه زمخشری رحمت الله علیه در تفسیر این آیت فرموده است: ادعو الی سبیل ربک، یعنی مردم را به اسلام دعوت کن. بالحکمتی، یعنی با سخن محکم و صحیحی که حق را روشن و شبهات را از بین میبرد. و الموعظه الحسنه، یعنی با پند و اندرزی که شنوندگان احساس کنند که تو ناصح و خیرخواه آنان و خواستار سود و نفع آنان هستی. و جادلهم بالتی هی احسن، یعنی با روشی که بهترین راه گفتگو است با آنان بحث و مجادله کن و از خود نرمی نشان بده و از هر گونه خشونت و سرزنش دوری کن. پس ای برادر مسلمان، با گمراه گفتن و مشرک و نجس گفتن تو آنها اصلاح شده راه راست را می‌یابند؟ در اینجا خداوند می‌فرماید که به سوی دین الله با حکمت و پند و اندرز نیکو دعوت کن، ولی تو با بدترین سخنان و بدترین رفتار سخن میگویی. خداوند در اینجا می‌فرماید وجادلهم بالتی هی احسن، یعنی با بهترین روش با آنان گفتگو کن، ولی تو با بدترین روش با آنها گفتگو میکنی و او را با الفاظ تحقیرآمیز و با کافر و مرتد گفتن آزار میدهی. اگر مقصدی تو دعوت و اصلاح آنها باشد، پس این طریقه دعوت و اصلاح کی نیست؟ وقتی کسی را مرتد، کافر، بت زنده، شیطان و نجس گفته تکفیر میکنی، یک بار فکر نمیکنی که مبادا او مستحق این سخنان نباشد و تو مصداق این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم شوی که میفرماید: از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت شده که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند: ایما امرئ قال لاخیه یا کافر فقد باء بها احدهما ان كان كما قال و الا رجعت علیه. رواه البخاری و مسلم. هرگاه شخصی به برادرش بگوید ای کافر، قطعا این کلمه به یکی از آن دو برمیگردد. اگر آنگونه که گفت باشد کافر است، وگرنه این کلمه به خود گوینده آن برمیگردد. برادر عزیز، شما با آتش بازی میکنید. از این سخنان خطرناک پرهیز نمایید. شما طبق کدام اصول تکفیر دیگران را کافر و مرتد میگویید؟ و یا شخصی که به گناه کبیره دست زند یا به بدعتها و خرافات دست زند، شما او را کافر و مرتد حکم میکنید؟ این عقیده اهل سنت است که مرتکب گناه کبیره را حکم به کفر کرده نمی شود. همچنین شخصی را که به بدعتها و خرافات دست میزند نیز حکم به کفر کرده نمی شود. او گمراه است و شما می توانید او را با پند و اندرز نیکو اصلاح کنید، نه با کافر و مرتد گفتن که او را برعکس به افراط و از حد گذری می کشید. و دیگر این که در شبکه‌های اجتماعی وقتی به آبروی کسی چنگ میزنی، باری هم فکر نکردی که صاحب شریعت آبروی مسلمان را در برابر خونش قرار داده است؟ اگر آبروی او را ریزاندی، گویا خونش را ریزاندی و گناه ریزاندن خون مسلمان را به دوش میگیری. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند: ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم بینکم حرام علیکم. الحدیث رواه البخاری. برادر عزیز، شما اگر کسی را کافر و مرتد، شیطان و نجس نگویید، خداوند شما را در قیامت از این نمی پرسد که چرا فلانی کافر و مرتد بود ولی تو او را کافر و مرتد نگفتی. ولی وقتی کسی را کافر و مرتد گفتی، البته خداوند تو را از آن می پرسد. پس سلامتی در آن است که ما زبان را از این گونه سخنان خطرناک نگاه داریم. برادران عزیز، بیایید با اخلاق نیکو با دیگران رفتار کنیم. از هر چیزی که خلاف فکر و نظریه ما است ناراحت نشویم و با صبر و بردبار باشیم. از تحقیر و توهین دیگران پرهیز نماییم. از بد اخلاقی که برای ما هیچ ثوابی نمی رسد.
برعکس خودمون را گناهگار میکنیم، ولی البته با اخلاق نیکو اجر و ثواب بزرگی را نائل میگردیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند: ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. اخرجه ابو داود عن عائشه رضی الله عنها فی سننه. مؤمن حقیقی با اخلاق نیکو به درجه روزدار و شب زنده‌دار میرسد. خداوند همه ما را هدایت فرماید و امت مسلمه را متحد بگرداند و بینش صحیح و یک دیگر فهمی کامل را برای ما ارزانی فرماید. آمین یا رب العالمین و السلام علی من اتبع الهدى.